فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی که خواهری از هلند بود در مورد اذکار صبح و شام سوال داشتن که زمان اذکار شام چه وقتیه؟ از کی شروع میشه؟ از بیگاهی روز که تقریبا بعد از عصر هست تا به غروب آفتاب و بعد از مغرب، یعنی تاریک شدن شب، از همین جریان تا به وقت و حتی بعضی تا به وقت فرا رسیدن نماز عشا و خفتن هم فرصت میدارن. اما از یعنی بیگاه وقتی که آفتاب زرد شدن میگیرد چیزی بعد از عصر تا به نماز شام خوانده شود بهتر هست و وقتی اولی از او و وقتی مناسب تری او همین است. اگر کسی که از او فراموش می شود بعد از نماز شام هم میخواند اشکالی برایش نیست. منتها از این فرصت است که در عربی او مساء گفته می شود، یعنی بیگاه. این مراد از اون نماز خاصی چیزی بعد از نماز دیگر شروع می شود تا نماز مغرب، یعنی نماز شام و ما بعدی او.